و آریایی هم شکل قدیمی تلفظ ایرانه، شکل فارسی باستان و شکل اوستایی نام ایران است و من گمان میکنم که این نام در اصل متعلق به سرزمینی در شمال غربی افغانستان امروزی، یعنی جایی که بلخ و هرات و مزار شریف امروزی قرار دارند، چون که در کتیبه های فارسی باستان هخامنشی هم از همین سرزمین به نام سرزمین آریا یاد کرده شده و همچنین در کتیبه های کوشانی افغانستان هم باز سرزمین خودشون رو اریاو خطاب کردن. گویا این نام آریا که متعلق به اون سرزمین بوده این تمیم پیدا کرده در دوران معاصر به یک نژاد یا تبار یا به اصطلاح سرزمین. حالا ما چه دلایلی داریم که مهاجرت آریاییان، اینجا وقتی اصطلاح آریایی رو ما به کار میبریم فقط میخوایم از یک مهاجرت این نام ببریم، مهم نیست اسمشون چی بوده، فقط برای اینکه اشتباهی پیش نیاد که داریم راجع به کیا صحبت میکنیم ما میگیم آریایی. من معتقدم